خب یکی از دلایلی که من حس میکنم که این قسمت یکی از قسمت‌های بنیادی و اصلیه و به شما میتونه چشم انداز بده، دلیلش اینه که بحث اصلی تمام ویدیو و تمام محتوایی که من میخوام کار بکنم، بحث اصلیش خودآگاهیه. یعنی موضوع اصلی باعث میشه که اون، حالا ممکنه که تاپیکش متفاوت باشه، موضوعش متفاوت باشه، ولی در اصل یه مکانیسمی، یه راهبرد، یه بازخورد، یه موضوعی رو در مورد یه قسمتی از خودآگاهی میان باز میکنم که این موضوع و دونستن اون موضوع باعث میشه که یه مقدار سطح خودآگاهی شما بیاد بالا. وقتی که اجتماع سعی میکنه که به ما جهت بده و ما توی اجتماعی زندگی میکنیم و توی فرهنگ زندگی میکنیم و این فرهنگ و اجتماع نمیتونه محرک اصلی رو به ما بگه، نمیتونه هدف اصلی زندگی رو به ما بگه و اکثر مردم رو که دارید نگاه میکنید میبینید که توی ردرس توی یه دونه دور افتادن، یه دور عبث افتادن و فقط مدام دارن میدونن دور خودشون میچرخن، گیجن، نمیدونن که دارن چیکار میکنن و محرک اصلیشون رو، یعنی وقتی که این سوال رو از هر کسی که میپرسی نمیتونه به جواب سرراست بده که محرک اصلی زندگی تو چیه، هدف اصلی چیه، بخشنامه اصلی، دستورالعمل اصلی برای زندگی چیه. اگه بخوای توی جمله بگی چیه این؟ و خیلی فکر میکنن یا اگرم بخوام بگن خیلی میپیچونن، یه سری چیزهای مختلف رو میان میگن. ولی آیا واقعا میدونید که هدف اصلی و محرک اصلی زندگی چیه؟ این موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم، علاوه بر این که برای انسان‌ها سازگاره، برای موجودات دیگه هم سازگاره. یعنی عملاً هدف اصلی و محرک اصلی تمام موجودات و البته انسان این موضوعه. حالا هدف اصلی چیه؟ بالا بردن و توسعه سطح خودآگاهی. شاید به نظرتون خیلی کلیشه‌ای بیاد یا انتزاعی بیاد یا یه مفهوم خیلی فلسفی بیاد، ولی دقت کنید هر موجودی سعی میکنه که خودآگاهیش رو ببره بالاتر. یعنی اگه از لحاظ تکامل هم نگاه کنید، هر موجودی مدام در حال اینه که خودآگاهیش رو ببره بالاتر و اون موجوداتی که نمیتونن خودآگاهیشون رو ببرن بالا از بین میرن. به وسیله چی از بین میرن؟ به وسیله خودکشی. نه که اینکه خودشون رو بکشن، کارهایی که انجام میدن و اتفاقایی که میفته باعث میشه که خودشون رو به کشتن بدن. و این کشتن معنی و مفهوم‌های مختلفی داره، فقط کشتن فیزیکی یا مردن فیزیکی مفهوم نداره. یعنی مردن تصویر خود، خیلی مفهوم‌های مختلفی پشتش هست. بنابراین محرک اصلی زندگی بالا بردن سطح خودآگاهیه و من هم توی این زنجیره محتوایی که میخوام انتشار بدم، قصدم اینه که توی هر کدوم یک پازل رو حل کنم، یک استپ رو بیام باز بکنم و مشخصا خیلی گسترده هستش و خیلی موضوعات مختلفی هستش. چرا؟ چون خودآگاهی بحثیه که خیلی گسترده است. و اگه از یه منظر دیگه شاید الان با حرفم موافق نباشین و خیلی انتزاعی به ذهنتون بیاد و به نظرتون بیاد، ولی هدف از خلقت چیه؟ شاید بتونم بگم یکی از مهمترین هدفهای اصلی خلقت برای خالق اینه که از داخل خلق کردن آگاه بشه و خودآگاه بشه که قادر به خلق کردن چه چیزهایی هست. دقت کنید وقتی که شما دارید یه قطعه موسیقی رو خلق میکنید، یه آثار هنری رو، یه اثر هنری رو دارید خلق میکنید، یه کار جدیدی دارید خلق میکنید، از داخل اون کار دارید به این پی میبرید که قادر به خلق کردن چه چیزهایی هستید. پس دارید خودآگاهیتون رو توی اون زمینه میبرید بالا. پس یکی از هدفهای خالق اصلا میتونه بالا بردن خودآگاهی نسبت به خودش باشه که این مفهوم خیلی حالا در موردش میشه بعداً احتمالاً توی محتواهای دیگه
در موردش خیلی صحبت کنم. یعنی تک تک چیزهایی که اینجا دارم بحث میکنم شاید شما به صورت سربسته و به صورت خیلی مختصر و مفید بشنوید، ولی راجع به هر کدوم از این موضوع ها ما در آینده صحبت خواهیم کرد. حالا خود این مفهوم خودآگاهی چیه؟ شاید بگی سعید این خودآگاهی های مفهوم هیپیوار انتزاعی فلسفیه. خودآگاهی تو این کانتکستی که من مورد نظرم، تو این ویدیویی که من مورد نظرم میخوام با، چون خودآگاهی یه مفهوم واقعا یه کلمه غنیه، توی زمینه‌های مختلف معنی‌های مختلفی داره و توی این موضوعی که من مد نظرم هستش خودآگاهی رو اینجوری معنی میکنم. خودآگاهی یعنی درک دقیق از واقعیت. درجه خودآگاهی یعنی درجه درک دقیق شما از واقعیت. و اگه خوب فکر کنید شما سهمتون از کل واقعیت چیه به جز درک؟ یعنی همین الان که دارید صدای من رو میشنوید و تصویر من رو میبینید یه درکی از واقعیت رو دارید. یعنی شنیدن صدا و دیدن تصویر خودش یه درکی از واقعیتیه که وجود داره. اینکه شما حس میکنید یه چیزی رو که سفته یا حس میکنید، میخورید، میچشید، اینا تمام یه درکی از واقعیته. شما با قوه ادراکتون دارید اینها رو درک میکنید. پس اگه خوب دقت کنید کل چیز و کل سهمی که شما از واقعیت دارید فقط درکه. حالا خودآگاهی چیه؟ درک دقیق، درجه درک دقیق از واقعیت. پس بنابراین ملموس‌ترین چیز و پرکاربردترین چیز توی زندگی شما خودآگاهیه. اگر عمیق بهش فکر کنید هر کاری که توی روزمره شما دارید انجام میدید با یه سطح از خودآگاهی انجام میشه. حتی صبحونه‌ای که میرید درست میکنید و میخورید یه سطح از خودآگاهی میخواد، یه سطح از آگاهی میخواد. و خودش هر کاری که دارید انجام میدید توی روزمره یه آزمون برای بالا بردن این کیفیت خودآگاهی یا اومدن پایین‌تر یا توی همون جایگاه موندنه. پس بنابراین این یه مفهوم فلسفی هیپیوار حالا آرزومندانه نیست. خودآگاهی ملموسه. خودآگاهی درک درست از واقعیته. و اگه شما سطح خودآگاهیتون پایین باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی درک دقیقی از واقعیت ندارید. و میدونید اگه درک دقیق و درستی از واقعیت نداشته باشید و درک نادرستی از واقعیت داشته باشید مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که شما توی توهم به سر میبرید، دارید رویا پردازی میکنید. و اگر زندگی رو با درک نادرست از واقعیت پیش ببری مدام گرفتار میشی و مدام دچار مشکل میشی. میدونید چرا؟ چون که واقعیت یه چیز بسیار سالید و محکمیه و درک شما از واقعیت وقتی که درست نباشه، توهم باشه، یه درکی دارید. این درک یه جایی با واقعیت برخورد میکنه و وقتی که با واقعیت برخورد میکنه کرش میکنه. چرا؟ چون واقعیت قویه، واقعیت تغییر ناپذیره، واقعیته. بنابراین وقتی که این دوتا با هم برخورد میکنن تازه اونجاست که مشکلات و گرفتاری شروع میشه. پس هر مشکلی که توی زندگی میبینید سرچشمش از درک نادرست از واقعیت نشأت میگیره. این صحبت‌های واقعا عمیقیه. رو هر کدوم از این جملات باید بشینید و فکر کنید، عمیق فکر کنید. هر مشکلی که شما در رابطه، کار، دوستان، مالی، سلامتی، هر مشکلی که پیش میاد به خاطر نداشتن درک دقیق از واقعیت. اگر شما توی اون زمینه خودآگاهیتون رو ببرید بالا و بتونید واقعیت رو درک کنید مشکلتون حل میشه. تا حالا به این فکر کردید؟
به این دقیق فکر کنید، عمیق به این فکر کنید. وقتی که من اینجا این ادعای رادیکال رو میکنم که کلید یه زندگی موفق داشتن خودآگاهی بالا و درک درست از واقعیت. حالا شما چطور میتونید این درک از واقعیت رو ببرید بالا؟ چطور میتونید خودآگاهیتون رو ببرید بالا؟ این تمام موضوعات و حول و حوش و تمام محتوایی که من میخوام داخل این زنجیره محتوایی که تولید بکنم سعی میکنم که توی این موضوعات و تاپیک های مختلف موضوعات مختلف بررسیش بکنیم و بیایم در موردش صحبت بکنیم. آیا این همه چیزیه که لازمه برای بالا بردن سطح خودآگاهی؟ نه، ولی میتونه کمکتون کنه. بله، اگر انتخاب کرده باشید. چون که همونطور که گفتم من اصلا صحبتی نمی کنم که این راه خوبه یا اون راه خوبه. اگر انتخاب کردید یه راهی رو برید، من میتونم کمکتون کنم و احتمالاً محتواهایی که دارم تولید میکنم میتونه کمکتون کنه. و توی این موضوع دلیل این که من شروع کردم به انجام این کار به دلیل این بود که حس میکردم که جای این نوع محتوا داخل محتوای فارسی زبان یه مقدار جای خالیش داره احساس میشه. خب بیایید بعد از این صحبت ها بریم سراغ ویژگی های خودآگاهی سطح کیفیت بالا، خودآگاهی گسترده، خودآگاهی بالا با خودآگاهی پایین. خب ببینید، بذارید از خودآگاهی پایین شروع کنیم. از ویژگی های کیفیت خودآگاهی پایین اینه که بسیار خودمحوری توشه، بسیار منیت داره. این نوع از خودآگاهی مملو از ترس های مختلفی توش وجود داره. این نوع خودآگاهی ترس های زیادی رو همراه با خودش داره. دیدن تصویر کوچیک به جای تصویر بزرگه. تعصبات شدیده. خود تعصبه. تفکرات و سیستم های تفکری خشک و ایدئولوژیکه. پر از احساسات منفی و احساسات ناراحت کننده است. احساسات رنجاوره. کور بودن نسبت به مکانیزم های رفتارهای مختلف و بازخوردها و مکانیزم های انعکاسیه. یعنی کاری که انجام میشه، کاری که انجام میده رو نمیتونه بازخوردش رو ببینه. رفتار مکانیکیه. رفتار بسیار مکانیکیه. در مقابل رفتار مکانیکی رفتار هوشمندانه وجود داره. تکبر و غروره. محدود بودن دیدگاهه. تصویر کوچیکه. دیدن تصویر کوچیک. به دست آوردن پاداش کوچیک. فکر کوچیکه. فکر کوتاه مدته. قابلیت دوراندیشی نداره این نوع خودآگاهی. فقط جلوی پاشو میبینه. فقط نزدیک رو میبینه. فقط پاداش سریع رو میخواد. فقط راه میانبر رو میخواد. علاوه بر این که خودش تعصب داره، این تعصب رو به محدوده کنترلی خودش پروژکت میکنه و انعکاس میده. حالا این اگر توی دولت، به دولت، به خانواده، به احزاب سیاسی، به گروه های اقتصادی، هر چیزی که توش باشه این رو انعکاس میده. محدودیت های خودش رو نمیبینه و
نمیدونه که سطح کیفیت خودآگاهیش پایینه و به این آگاهی نداره و محدود بودن خودش رو کتمان میکنه، به اون تعصبی که داره افتخار میکنه. یعنی جالب اینه که توی این خودآگاهی مثلا طرف میگه من به فلان چیز ایمان دارم و به این افتخار میکنم، من به این باور دارم و بهش افتخار میکنم. بهش افتخار میکنه، به خشکی و تعصب خودش افتخار میکنه. نمیتونه، نمیخواد این رو قبول کنه که این موضوعی نیست که جامع باشه، موضوع محدود کننده یه محدودیت ها رو نمیخواد قبول کنه که به وسیله طرز فکرش به وجود اومده، به وسیله خودآگاهیش به وجود اومده. عشقش بسیار محدود و قبیله‌ایه. فقط خانواده خودش رو دوست داره، فقط اطرافیان خودش رو دوست داره، فقط قبیله خودش رو دوست داره. عشقش خیلی لیزری و کوچیکه، عشقش فراگیر نیست. یعنی فقط کافیه که یه همسایه‌ای یه ذره نظرش متفاوت باشه باش، یا رنگ پوستش متفاوت باشه، یا فرهنگش یکم متفاوت باشه و یا نوع آداب معاشرت یه گروه دیگه یا یه خانواده دیگه متفاوت باشه، بر علیه اونه، متنفر از اون. انسجام نداره، به سنت بیشتر اهمیت میده تا دقت و حقیقت. این نوع خودآگاهی مملو از ترس‌های مختلفه. چرا؟ چون ناامنه. چرا غرور و تکبر داره؟ چون محدوده و فکرش کوچیکه و نمیتونه مقدار خودآگاهی‌های بالاتر و بزرگتری رو که هست رو ببینه. در عوض بیایم بریم در مورد کیفیت و ویژگی‌های خودآگاهی با کیفیت بالا صحبت کنیم. هر چیزی که اونجا گفتیم اینجا برعکسشه. منیت نداره، خاکساره، از خودگذشتگی زیادی داره. به شدت این نوع از خودآگاهی نه ترس و شجاعت توش وجود داره. چرا؟ چون از خودش مطمئنه و امنه و منسجمه. بیشتر از این که به سنت نگاه کنه، به رسم نگاه کنه، به حقیقت و دقت اهمیت میده. ارزش زیادی برای رشد و یادگیری قائله. مثل یه ماشین هوشمند عمل میکنه، رفتار مکانیکی نداره، خودجوش و ارگانیکه. یعنی وقتی که یه مشکلی پیش میاد یا یه اتفاقی پیش میاد، به صورت آنی روی هوا میتونه یه راه جدید پیدا کنه، یه راه خلاقانه پیدا میکنه. خرد داره، میتونه مکانیزم های بازخورد رفتارها و اتفاقهای مختلفی که میفته رو توی زندگیش ببینه. این آدم میبینه، این نوع خودآگاهی میبینه که به چه صورت رفتارهای مختلفش توی زندگیش بازخورد میکنه و به چه صورت بعضی از کارهایی که ممکنه انجام بده در آینده انگار که داره به خودش شلیک میکنه. قابلیت دیدن تصویر بزرگ رو داره، کلی نگره. عشقش دموکراتیک، عشق قبیله‌ای نداره، عشقش دموکراتیک و کلی گرایانه تره. در کل این سطح از خودآگاهی وقتی که میبینه که چقدر راه برای ارتقاء خودآگاهیش وجود داره و چقدر راه هست و میبینه که خودش بهترین نوع خودآگاهی نیست و کلی خودآگاهی بالاتر وجود داره و کلی مرحله و استیج داره که میتونه به اونها برسه و کیلومترها راه میبینه، فروتنه.
برعکس اون بر که غرور داشت. تمایل به تفکر بزرگ و دوراندیشی داره، تمایل به پاداش بزرگ داره، تمایل به صبر برای پاداش بزرگ داره به جای راه‌های کوچیک و پاداش‌های زود و آنی. وقتی که این نوع از خودآگاهی، وقت احساسات براشون آمپرسنجه، احساسات براشون بیانگر درونه، وقتی که احساسات منفی حس میکنن، اون احساس منفی بهشون میگه که یه جایی، یه موضوعی توی یه کاری سطح خودآگاهیشون پایینه و وقتی که این اتفاق میفته به دنبال اینن که چطوری میتونن خودآگاهیشون رو ببرن بالاتر و اون احساس منفی رو در اصل از مسئولیتش رو دیگران نمیبینن و دلیل ایجاد احساس منفی داخل خودشون و درون خودشون رو دیگران نمیدونن. یکی دیگه از ویژگی هایی که دارن اینه که مسئولیت زندگی رو 100% قبول میکنن و سرزنشگر نیستن، برعکس اون نوع خودآگاهی که به شدت سرزنشگرن و مسئولیت زندگی رو بر عهده نمیگیرن و مسئولیت احساسات و اتفاقاتی که میفته رو گردن دیگران میندازن و به شدت سرزنشگری زیادی دارن. دیگران رو به خاطر اتفاقاتی که میفته برای خودشون سرزنش میکنن یا احساساتی که به درون خودشون به وجود اومده دیگران رو سرزنش میکنن. این دلیلش اینه که مسئولیت زندگی رو به صورت 100% بر عهده نمیگیرن، ولی توی خودآگاهی با کیفیت بالا مسئولیت زندگی رو به 100% بر عهده خودش میبینه، خودش رو مسئول و قبال احساساتی که درونش ایجاد شده میبینه. یه دونه جمله از توماس کمپل بگم که یه نقل قوله که مستقیم به قلب خودآگاهی میزنه. توماس کمپل میگه عشق و شادی بیشتر اوقات احساسات غالب ما نیستند. طبیعیه، عادیه، اما نشونه خوبی نیست. عشق، شادی، آرامش، توازن، تعادل احساسات غالب یک خودآگاهی با کیفیت بالاست. و من اینجا اضافه میکنم احساسات و انگیزه شما منعکس کننده اون چیزی هستش که شما واقعا در درون هستید و خود واقعی شما رو منعکس میکنه. اگه احساس خشم، منفی گرایی، ناکافی بودن، اضطراب میکنید، این انعکاسی از اینه که شما از درون چطورید و چی هستید، نه اینکه مردم دیگه چه احساسی بهتون میدن. پایان نقل قول. خب ببینید اینجا موضوع اصلی میدونید چیه؟ میدونید چرا اصلا توی این فصل من شروع کردم رفتم اول هوش هیجانی رو باز کردم که یه جورایی توی اون هوش هیجانی اگر برید اون ویدیو رو نگاه کنید میدونید که هوش هیجانی وابسته به احساساته و هر کس که نسبت به احساسات خودش مشاهده بیشتری داشته باشه و بتونه مشاهده‌گری بیشتری بکنه و روی احساساتش کنترل بیشتری به دست بیاره، هوش احساسی و هوش هیجانی بالاتری داره. و چرا بد رفتیم سراغ احساسات؟ چون احساسات زیربنا و فاندامنتال و بنیاد هر اتفاقی که بعد میفته هستن. یعنی منطق، عقل، شعور، تمام اینها بالای احساسات قرار میگیره. احساسات فاندامنتالن، احساسات پایه‌ان و احساسات شما هر لحظه عین آمپر به شما انعکاس میده که از درون وضعیت به چه شکل هست. هر احساسی که شما میکنید یک پیام و یک سیگنال همراه خودش داره و این پیام و سیگنال به شما داره یک درجه ای از کیفیت خودآگاهی شما و درک درست شما از واقعیت رو میگه. در اصل احساسات شما یک پل بین خودآگاهی و ناخودآگاه شماست
و از طریق ناخودآگاه شما میاد و این پیام رو از طریق احساسات میرسونه به خودآگاه شما. و اگه شما بتونید این پیام رو ترجمه کنید و بفهمید و مفهوم این سیگنال رو بفهمید، میتونید بفهمید که ناخودآگاه شما الان داره به شما چی میگه و عملاً دارید به ناخودآگاهتون خودآگاه میشید. پس بنابراین احساسات و اضافه میکنم انگیزه های درونی شما نشون میدن که سطح خودآگاهیتون توی چه سطح، کیفیت خودآگاهیتون در چه سطحیه. و اگر احساسات غالب زندگی شما ناامیدی، رنج، ناراحتی، افسردگی، ناکافی بودن، خشم، غضب، عدم تعادل، عدم توازن، آشوب، اینها به شما داره از درون نشون میده که درون چه خبره، داره نشون میده که اون سطح خودآگاهی در چه سطحیه. ناخودآگاهتون داره با اینها به شما پیام مخابره میکنه و شما باید این پیام رو بگیرید. هر مشکلی که توی زندگیتون به وجود میاد، ابتدا هم گفتیم یکی از دلایل اصلیش اینه که شما توی اون موضوع خودآگاهی کافی رو ندارید و احساسات شما توی اون موضوع داره بیان میکنه که آقا توی این موضوع شما باید بیای خودآگاهیت رو ببری بالا. درک دقیق از واقعیت توی این موضوع نداری، باید این موضوع رو بیاری بالا. و همینطور انگیزه های شما. پس بنابراین نتیجه‌ای که از این بحث میتونیم بگیریم همونطور که گفته شد، اگر شما سطح خودآگاهیتون رو ببرید بالا و به درستی بتونید سطح خودآگاهیتون رو بکشید بالا، احساسات شما هم از جنس احساسات عشق، همدلی، توازن، تعادل، صلح و شادی میشه. پس بنابراین میتونید الان رابطه این دوتا موضوع که گفتم، من ادعا میکنم که زندگی موفق و موفقیت در زندگی و زندگی خوب داشتن رابطه مستقیم با سطح خودآگاهی داره و خودآگاهی ملموس‌ترین چیزیه که ما باش در ارتباطیم و داریم و یه مفهوم هیپیوانست. این رو کم کم میتونید متوجه بشید. یکی از موضوعات دیگه‌ای که به شما کاملا عین آینه نشون میده که سطح خودآگاهیتون توی چه سطحی هست، انگیزه های درونی شماست. علاوه بر این که احساساتتون رو باید مشاهده کنید، انگیزه هاتون رو هم باید مشاهده کنید. به خاطر اینه که ما وارد بحث مایندفولنس میشیم، وارد بحث مدیتیشن میشیم و اینها رو باز میکنیم. به خاطر اینکه شما وقتی که مدیتیشن میکنید یا مایندفول میشید، میفهمید که چطور بتونید لحظه حال رو مشاهده کنید و وقتی لحظه حال رو مشاهده میکنید، عملاً دارید احساسات رو مشاهده میکنید، آگاه میشید از احساسات. وقتی از احساساتتون آگاه بشید، پیام احساساتتون رو میتونید دریافت کنید. و توی حالا بحث احساسات ما این رو یه مقدار بیشتر باز کردیم که چطور بتونید احساساتتون رو کنترل کنید. قطعاً کسی که احساساتش رو میتونه کنترل کنه و خود کنترلی بیشتری داره، آگاهی بالاتری داره، سطح کیفیت خودآگاهی بالاتری داره. و برعکس کسی که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه، سطح خودآگاهی پایین تری داره، کیفیت خودآگاهیش به اون معنا به اصطلاح محدوده. انگیزه های شما هم به همین صورت، به صورت آینه به شما نشون میده که درون چه خبره. الان انگیزتون از بیدار شدن از خواب چیه؟ انگیزتون از رفتن به سر کار چیه؟ انگیزتون از کار کردن چیه؟ انگیزتون توی کار وقتی که دارید کار میکنید چیه؟ انگیزتون توی رابطه با آدم ها چیه؟ انگیزتون از دروغ گفتن چیه؟ انگیزتون توی دستکاری دیگران چیه؟
انگیزتون بعد از کار وقتی که میاید خونه چیه؟ اینها دوباره کیفیت خودآگاهی شما رو نشون میده. پس شما 2 تا ابزار خیلی قدرتمند برای اینکه بفهمید درونتون داره چه میگذره دارید. احساسات و انگیزه های شما. این آینه بهتون نشون میدن که چه خبره. انگیزه ها چیه؟ انگیزه ها بیشتر کدوم سمته؟ انگیزت پول، غذا، سکس، غذای چرب، نمیدونم اینستاگرام، سوشیال مدیاس، تلویزیون، سریال، یا انگیزت بخشیدن، همدلی، ابراز کردن، سخاوتمندی، قدردانی، تقسیم کردن. انگیزت چیه؟ این کاملا میتونه بهت نشون بده که اون سطح از خودآگاهی توی کدوم سطح قرار داره. هر کاری که در طول روز انجام میدی یه آزمونه برای اینکه بتونی سطح خودآگاهیت رو یک ذره ببری بالاتر یا بیاری پایینتر یا همونجا بمونی. یه آزمونه برای اینکه تو با خودآگاهی بالا اونجا خودت رو به نمایش بذاری یا با خودآگاهی پایین. پس بنابراین هر کاری که در طول روز انجام میدی یه دونه آزمون و یه دونه کار برای اینکه یه دونه پله است برای اینکه تو بتونی خودآگاهیت رو ببری بالاتر. اگر با حضور توی اون کار باشی، اگر دقت داشته باشی به انگیزت، به احساساتت، به اون چیزی که درونت داره اتفاق میفته، اگر هر لحظه توی هر کاری که انجام میدی به احساساتت و انگیزت آگاه باشی و آگاه بشی و مشاهده گر باشی، این باعث میشه که خودآگاهی بره بالا. و عملاً هر کاری که در روز انجام میدی، از تراکنش‌های مالی، از رابطه با دوستان، از صحبت کردن، از کار کردن، از هر کاری که داری انجام میدی، تو تمام این کارا تو میتونی احساساتت رو مشاهده کنی، انگیزت رو مشاهده کنی. الان دارم غذا میخورم، الان دارم تلویزیون نگاه میکنم، هر 15 دقیقه، هر 1 ساعت، هر روز، انگیزت و احساساتت. و به شدت این توی زندگی میتونه برای تو تاثیرگذار باشه. اگه میخوای توی این هر لحظه، توی هر کاری که داری انجام میدی، بتونی بسنجی که سطح و کیفیت خودآگاهی توی اون کار چیه، به یه سری سوالا باید توجه کنی. این که من الان هر ساعت چه احساسی دارم، چقدر دوست دارم، چقدر میترسم، چقدر آرامش دارم، چقدر ذهنم آشفته است، چقدر خوب میتونم خودم رو کنترل کنم، چقدر خوب میتونم خودم رو اداره کنم که یه کاری رو انجام بدم. میتونم آیا خودم رو اداره کنم که یه کاری رو انجام بدم یا شکست میخورم؟ مثلا اگه میخوام برم باشگاه، آیا میتونم برم باشگاه یا شکست میخورم؟ اگه میخوام مثلا یه پروژه یا یه کاری رو بکنم یا یه کتابی رو بخونم یا یه وظیفه‌ای رو انجام بدم، چقدر راحت و بدون مقاومت میتونم برم سراغش و کاری که لازمه رو انجام بدم؟ واقعا این نشونگر اینه که شما اون سطح از خودآگاهی چقدره. انگیزه هام در طول روز وقتی که یه کاری رو دارم انجام میدم چقدر اصیلم. وقتی که بتونی توی کارهای مختلف میزان آرامشت، میزان صلحت یا میزان آشفته بودن و اضطرابت رو بفهمی، میتونی بفهمی که توی اون موضوع، توی اون کار سطح خودآگاهی در چه سطحه. وقتی که تو داری یه کاری انجام میدی، حتی یه کاری رو انجام نمیدی، از روی انگیزهات میتونی متوجه بشی که سطح کیفیت خودآگاهی توی اون موضوع چقدره. مثلا 2 نفر خیانت نمی‌کنن. یکیشون انگیزش برای خیانت نکردن اینه که من الان اصلا خیانت کردن رو
کار صحیحی نمیدونم یا الان اصلا نیازی ندارم به سکس، حالش الان اصلا اون رو نمیخوام و هیچ حرص و طمعی براش ندارم. یکی دیگه انگیزش اینه که خب اگر من خیانت بکنم ممکنه که یه آدم مهم و با ارزش توی زندگیم رو از دست بدم و ممکنه که مشخص بشه و من این آدم مهم زندگیم رو از دست بدم و جفتشون دارن خیانت نمیکنن، ولی این دوتا انگیزه متفاوته و این سطح خودآگاهی رو نشون میده. پس شما هر لحظه میتونی بفهمی توی هر کاری سطح خودآگاهی چقدر و توی اون موضوع میتونه این سطح خودآگاهی رو بکشی بالا. و کاری که من دارم اینجا انجام میدم اینه که بتونم یه سری از مسائل رو براتون باز کنم و توش بیایم صحبت کنیم، ببینیم که مکانیزم عمل کردنشون چطوریه. مثلا قضاوت خوبه یا بد، چی جوری عمل میکنه. برید حتما قسمت قضاوت رو نگاه کنید اگر ندیدید تا الان. یا من چطور خودم رو با دیگران مقایسه میکنم، وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه میکنم خوبه یا بده. یا باورها چی هن؟ چه تأثیر توی زندگی من دارن؟ شبکه باورهای من چجوری کار میکنه؟ یا اینکه نسبیت چیه؟ یا اینکه بقای من در چیه؟ بقا رو کامل بفهمی. اصلا یه نوع خودآگاهی خیلی عمیق بهت میده اگه تو بفهمی، بتونی درک کنی که بقایت وابسته به چیه، چه سطحی از خودفریبی رو داری و هزاران مورد دیگه به این شکل. و من سعی میکنم تا جایی که بتونم اون موردهایی که در موردشون تحقیق کردم توی این سالیانی که درگیر موضوعهای مختلف بودم و مطالب جمع آوری کردم و از منابع مختلف خوندم، سعی میکنم اینها رو بیام و باز کنم و امیدوارم که بتونه برای کسایی که میخوان انتخاب کنن که زندگی داشته باشن که توش خودآگاهی بالایی داشته باشه بهشون کمک کنه.